سلام آقای دکتر رستگار، وقت شما بخیر. زنده باشیم. تنگی کانال نخاعی چی هستش و چه عوارضی داره؟ خیلی سوال در این رابطه میشه، اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم. خواهش میکنم. ببینید تنگی کانال نخاعی اصلا یه اصطلاحه. ستون مهره‌ها که تنگ نمیشه، وقتی که دیش خشک میشه، دهیدراته میشه، وارد کانال نخاعی میشه، اصطلاحا میگن تنگی کانال. عوارضش خیلی زیاده. دردها، بی‌حسی‌ها و درگیری در عصب سیاتیک که پاها هستش خیلی زیاد. درمانش زمان بره ولی امکان پذیره بدون جراحی و عوارضش رو هم از بین میبره. شما وقتی که دارید درمان میکنید عوارضش رو از بین میبرید، ولی کسانی که حتی یک دیسک خشک شده داشته باشن مطمئن باشن که همه ستون فقراتشون دیسکاش خشکی داره. در حقیقت جراحی هم بکنید 2 سال بعد 2 تا دیسک بالاترش درگیر میشه، یا گردن درگیر میشه یا مهره‌های توراسیک درگیر میشه. باید یک درمان ریشه‌ای انجام بدید. درمان ریشه‌ای اینه که بتونید درمانی رو انجام بدید که تمام دیسک‌های ستون و مهره آبگیری مجدد بشه. هم عوارض بیماری از بین میره و هم به صورت کامل درمان میشه. کسانی که میخوان به صورت ریشه‌ای درمان بشن، کلمه درمان رو برای من کامنت بکنن. سپاسگزارم. خواهش میکنم.